نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بسیار شاکریم و سپاسگزار از اینکه یک بار دیگر اون توفیق و نصیب راه ما و شما قرار داد تا در برنامه دیگر به همراه شما عزیزان به بررسی ترجمه معانی آیات دیگری از سوره مبارکه نوح بپردازیم. در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان به سوره مبارکه نوح پرداختیم، سوره‌ای که به نام یکی از پیامبران اولوالعزم تاریخ از 5 پیامبر بزرگوار الله متعال در طول تاریخ به اینها عزت ویژه‌ای داده است که از این 5 پیامبر بزرگوار ابتدای آن نوح علیه السلام است. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیهم اجمعین. این پیامبران بزرگوار 5 بهترین انسان‌های تاریخ بشر هستند و نوح علیه السلام اولین رسولی است که الله متعال فرستاده است برای مبارزه با شرک و برای نشر توحید. و نوح علیه السلام اولین پیامبری است که بعد از آدم علیه السلام و پیامبرانی که بین آدم علیه السلام و نوح علیه السلام آمدند در فاصله 10 قرن از وفات آدم علیه السلام تا تولد نوح علیه السلام اولین رسولی است که برای مبارزه با شرک آمده است، چون قبل از نوح علیه السلام شرکی در عالم وجود نداشت. در این سوره مبارکه نوح علیه السلام الله متعال می‌فرماید که در مناجات خود با الله متعال فرمود که من بار الله هر آن کاری که از دست من ساخته بود انجام دادم. اونها رو شبانه دعوت کردم، دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز، اما این دعوت من جز فرار اونها کار دیگری نیفزود بر اونها. و هر وقت من اونها رو دعوت میکردم که تو اونها رو ببخشی، انگشت رو در گوش میگذاشتن و باز هم ناامید نمیشدم و میرفتم روبروی اونها، چشمانشون کار میکرد اگر گوش ها بسته بود. و استغشوا ثیابهم، لباس رو به سر میکشیدن، و اسروا و اسروا و استکبروا استکبارا، لجاجت میکردن، شدیداً تکبر و استکبار و غرور داشتن. باز هم میرفتم علنا دعوت کردم، صدا بلند کردم، مخفیانه دعوت کردم. به اونها گفتم استغفروا ربکم انه کان غفارا، از الله متعال بخشش طلب بکنید که الله متعال بسیار بخشنده است، بسیار مهربان است و لطف داره به شما. و نتیجه این استغفار این خواهد بود که یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو پیاپی برای شما میفرستد، از آسمان نعمتهای خود باران و دیگر نعمتها و برکات خود رو بر شما نازل میفرماید. و یمددکم به اموال و بنین، به شما مال خواهد داد، به شما فرزند خواهد داد و برای شما باغها قرار خواهد داد و نهرها جاری خواهد کرد. نهرهای رحمت الله متعال در زندگی شما سرازیر خواهد شد وقتی استغفار بکنید، وقتی به سمت الله تعالی برگردید. این نسخه نوح علیه السلام بسیار نسخه مهمی است. استغفار بکنیم تا الله متعال همه این برکت ها رو در زندگی ما بیاورد. بسیار مهم است. هر کجا مشکل مالی هست، مشکل فرزند هست، مشکل با خانواده هست، مشکل با همسر هست، مشکل با درس هست، مشکل با جامعه هست، مشکلی در زندگی وجود داره، کلیدش استغفار است. استغفار کلید حلال مشکلات ماست. حلال مشکلات است. هر قفل بسته‌ای رو استغفار باز میکنه.
استغفار هر قفل بسته ای رو باز میکنه. یک استغفر اللهی که با قلب باشه، با تمام وجود باشه و انسان به پیش الله متعال واقعا عظمت الله متعال رو تصور بکنه و خفت و خاری و ذلت و خاکساری خودش رو و به زبان بیاره و از الله متعال بخواد که او رو ببخشه. آیا امکان داره که الله متعال او رو نبخشه؟ این بسیار مهم است. در ادامه الله متعال از زبان نوح علیه السلام بر ما اشاره می‌فرماید که در آیه 13 نوح علیه السلام فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما لکم لا ترجون لله وقارا. شما را چه شده که برای الله با عظمت وقار قائل نیستید، عظمت و جلال و شکوه قائل نیستید؟ این نکته بسیار مهمی است. گلایه الله متعال که از زبان نوح علیه السلام برای ما در قرآنش نقل شده است، عظمت و جلال و شکوه الله در زندگی ما چقدر است. متاسفانه ما بسیاری در تعاملمان با الله متعال، در تعابیری که برای الله متعال استفاده می‌کنیم، در کلماتی که برای الله متعال استفاده می‌کنیم، متاسفانه اون عظمت و اون شکوه و اون جلال و اون وقاری رو که باید برای الله متعال، نام الله متعال، افعال الله متعال، صفات الله متعال، ذات الله متعال، کلام الله متعال، دستورات الله متعال داشته باشیم نداریم. متاسفانه در تعابیرمون تعابیری رو استفاده می‌کنیم بسیار سخیف، تعابیری رو استفاده می‌کنیم که نقص در الله متعال است، نقل قول‌های از پیش خودمون برای الله متعال استفاده می‌کنیم. این رو باید خیلی دقت بکنیم. بسیار متاسفانه مشاهده میشه که در گفتگوهای محاوره‌ای خودمون، خداوند فلانی رو بردن روز قیامت، خدا اینجوری گفت، خداوند مونده نعوذ بالله چیکار بکنه، این خداوند از طرف خدا داریم صحبت می‌کنیم، خودمون رو نماینده خدا می‌داریم انگار. بله ترا چیزهایی نسبت می‌دیم که شایسته نیست، در حالی که ما هیچ شیئی رو حق نداریم درباره الله متعال استفاده بکنیم مگر اینکه خود الله متعال در قرآنش یا بر زبان رسولش علیه السلام به ما گفته باشه و اجازه داده باشه. ما لکم لا ترجون لله وقارا. چرا وقار و عظمت الله متعال در زندگی شما مشهود نیست؟ چرا فراموش کردید الله متعال در زندگی؟ چرا ما در زندگی خودمون تأثیر وجود الله متعال رو آنگونه‌ای که شایسته است و بایسته است درک نکردیم؟ چرا درک نمی‌کنیم؟ وقد خلقکم اطوارا. اون ذاتی است که شما رو مرحله به مرحله خلق کرد. مگر تو نطفه‌ای نبودی؟ مگر این نطفه در رحم مادر تبدیل به یک خون لخته شده‌ای نشد؟ اون خون مگر به مثل گوشت جویده شده‌ای نشد؟ اون گوشت جویده شده مگر بعد از اون دیگه بعد استخوان تبدیل نشد کم کم؟ این استخوان‌ها رو باز گوشتی فرا گرفت، باز پوستی فرا گرفت، باز یک قلبی در او ایجاد شد، این به تپش افتاد، این رشد کرد، این بزرگ شد، این بعد از 9 ماه و چند روز از شکم مادر بیرون آمد، بعد چشم باز کردی، بعد کم کم رشد کردی، بعد میخزیدی روی زمین، بعد دندان در آوردی، بعد تونستی که بایستی و راه بری، بعد کم کم حرف زدن یاد گرفتی، بعد کم کم بلند شدی و بزرگ شدی و یاد گرفتی و جوان شدی و بالغ شدی و بعد دیگه به سن جوانی رسیدی و بعد برای خودت مردی شدی و یا تو خواهر برای خودت زنی شدی. اینها رو فراموش کردی. الله تعالی تو رو مرحله به مرحله خلق کرد. وقد خلقکم اطوارا. الله متعال شما رو خلق کرده است. چرا فراموش میکنید این مراحل رو؟ چرا فراموش کردی که این شگفتی وجودتون، اینها رو فراموش کردی؟ این عظمتی که در تو هست. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در زمین نشانه‌هایی است برای اهل یقین و در وجود خودتون نشانه‌هایی است که دلالت میکنه تک تک سلول‌های بدن تو به وجود الله متعال اعتراف میکنه، به وحدانیت الله متعال اعتراف میکنه. چرا اینها رو نمیپذیری؟ چرا قبول نمیکنی که تو خالقی داری؟ چرا دل نمیبندی به الله متعال؟ چرا خودتو وصل نمیکنی به الله متعال؟ چرا برای الله متعال عظمت قائل نیستی؟ وقد خلقکم اطوارا. اونی که مرحله به مرحله تو رو زنده کرد. الم تروا کیف خلق الله 7 سماوات طباقا. آیا ندیدی؟ آیا نمیبینی که چگونه الله متعال، آیا نمیبینید که الله متعال چگونه 7 آسمان رو طبقه طبقه بالای هم آفریده است؟ یک نگاه بیانداز، برو در در شب، در جایی که شهر خارج از شهر است، برو در بیابان، برو در کوهها، برو در روستاها، سرت رو بلند بکن، با آسمان عظیم نگاه بکن، ببین الله متعال چی خلق کرده. فلا اقسم بمواقع النجوم. و قسم به جایگاه ستارگان. و انه لقسم لو تعلمون عظیم.
و این قسم اگر شما میدانستید چقدر قسم عظیمی است، جایگاه ستارگان، ببین که الله متعال در این عالم چی خلق کرده. هر نقطه سفیدی رو که تو در شب مشاهده میکنی در آسمان، بسیاری از اینها میلیون ها برابر زمینن، بلکه میلیون ها برابر خورشیدن، میلیون ها بلکه میلیاردها ستاره و سیاره و موجودات عظیم در عالم هست. تو کجای این عالمی؟ زمین خودت رو یکی از این نقطه ها فرض کن. تو کجای زمینی؟ باز زمین تو کجای عالم است؟ و تو کجای این عالمی که در برابر الله متعال میخواید بی احترامی بکنی؟ در برابر الله متعال که این عظمت رو خلق کرده بیاید حرف بزنی، میخوای بگی من کی هستم؟ خدایی نیست، نماز نخونی، روزه نگیری، عبادت نکنی، بهشت و دوزخ رو فراموش بکنی، خودت رو بدبخت میکنی. الم تروا کیف خلق الله 7 سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا. همین ماه رو نگاه بکن چطور نورانی کرده او رو الله متعال، و نور خورشید رو چطور باستا میده به من و تو، و چطور هر شب یک تیکه از اون رو میبینی تو برای من و تو تقویمی باشه که بتونیم وقتمون رو تشخیص بدیم، تاریخمون رو تشخیص بدیم. و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. و خورشید رو یک چراغی کرده میلیون ها برابر زمین، 150 میلیون کیلومتر با من شما فاصله داره، اما این گرمای او چگونه اذیت میکنه انسان رو، وقتی که دور میشه چگونه سرد میشه. این خورشید با این عظمتش، این عظمت خورشید، این انفجارهای عظیمی که در او اتفاق میفته، کی این رو خلق کرده؟ بشین تفکر کن، بشین فکر کن، بشین با خودت بیاندیش، این چیزها رو در نظر بگیر. این خورشیدی که چراغی است، خودش نورش از خودشه، و ماهی که نور رو منعکس میکنه. الله متعال این چیزها رو خلق کرده. الله متعال میفهمد من این گونه اینها رو خلق کردم، ماه رو نور قرار دادم، نوری که اذیت نمیکنه شما رو. اما خورشیدی که سراج است، چراغ است، چراغی که حرارت هم داره، نور هم داره. و جعل الشمس سراجا والله انبتکم من الارض نباتا. الله هست که شما رو از زمین رویانده است، مثل یک گیاهی که از زمین خارج بشید همینجوری خارج شدید. بذری است، بعد از اون بذر جوانه میزنه، بعد ساقه پیدا میکنه، بعد رشد میکنه، بعد محکم میشه، بعد میوه میده، ثمره میده. انسان هم ما رو الله متعال از خاک خلق کرده است و دوباره به خاک برمیگردیم. گویی که الله متعال میفهمد شما رو مثل همین گیاهانی که میبینید من شما رو خلق کردم، نطفه ای هستید، رشد میکنید، میایید رشد میکنید و بلند میشید، از زمین خارج شدید، دوباره برمیگردید به زمین. ثم یعیدکم فیها. سپس دوباره شما رو در دل خاک برمیگردانیم، دوباره برمیگردیم به شکم مادر اولمان که خاک است. در قبر خاک میریزن روی ما و در قبر میپوسیم و معلوم نیست که من و تو چند هزار سال در قبر خواهیم بود. فراموش نکن، به والله من و تو یک روزی داخل قبر خواهیم رفت. بشین فکر بکن، دور بری ها، اطرافیان، هیچ کدوم به درد من و تو نخواهد خورد. نه این ثروت، نه این قدرت، نه این جمال، نه این مال، نه این کمال، هیچ کدوم از اینها به درد تو نخواهد خورد. هیچ کدوم از اینها نخواهد خورد به درد من و تو. همه اینها پایان پذیر است، همه اینها تمام میشه. این زیبایی رو خاک از بین خواهد برد، این جمال رو از بین خواهد برد، این مال رو از بین خواهد برد. مالی کسی نمیذاره داخل قبر ببری. این پست و مقام از بین خواهد رفت، تنها میری داخل قبر. بشین با خودت خلوت کن، برای اون دنیای خودت یک چیزی ذخیره کن. چیکار کردی برای تاریکی های قبر خودت؟ چی فرستادی به همراه خودت؟ رابطه تو با الله متعال، رابطه تو با قرآن، رابطه تو با پیامبرش، رابطه تو با حساب کتاب روز قیامت چگونه است؟ ثم یعیدکم فیها. دوباره میری داخل این خاک. معلوم نیست چند هزار سال من تو تک و تنها اونجا خواهیم بود. هیچ کدوم از اینهایی که به خاطرشون دل میسوزونی، به خاطرشون گناه میکنی، به خاطرشون فسق و فجور میکنی، دزدی میکنی، مال حرام میخوری، پست و مقام به دست میاری، میخوای منصبت رو محکم بکنی، همسرت، فرزندت، خانوادت، برادرت، خواهرت، دوست و آشنان، عزیزانت، عاشقی، کسی که عاشقشی، معشوقت، هیچ کدوم به دردت نمیخورن. حتی پدر و مادرت، حتی عزیزترین همسرت و فرزندت، هیچ کدوم به دردت نمیخورن. تک و تنها میری داخل قبر، تک و تنها میری. حتی اگر روز قیامت اعمالت به درد نخوره، خدای نکرده یود المجرم، مجرم دوست داره که اون روز فرزند خودش رو فدا کنه، همسرش رو و برادرش رو و خواهرش رو و هر چه که میشناسه قبیله خودش رو و هر آن که در زمین است تا نجات پیدا بکنه. ثم یعیدکم فیها. میرید داخل زمین و یخرجکم اخراجا.
دوباره الله متعال شما رو از زمین بیرون میکنه. والله جعل لكم الارض بساطا، الله متعال زمین رو برای شما فرش کرده و پهن کرده و گسترده کرده و آماده کرده و مهیا کرده که دمای مناسب داره، آب و هوای مناسب داره، اکسیژن کافی داره، آب داره و این هوایی داره برای میتونیم تنفس بکنیم. و این اگر مقداری سردتر میشد، مقداری گرمتر میشد، اصلا نمیشد زندگی کرد. همه کرات و سیارات اطراف ما، اونی که جلوتر از ماست، اونی که پشت سر ماست، اینا هیچ کدوم قابل زندگی نیستن به جز زمین. کی زمین را آماده کرده؟ الله متعال لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تا به درآیید در راههای وسیعی که در زمین هست، از راههای زمینی، راههای دریایی، راههای هوایی استفاده بکنید، هم رو نقل بکنید هم دیگر رو، این طرف برید و اون طرف برید، منتشر بشید، در این زندگی بکنید در این دنیا. فراموش نکنید که مزرعه آخرت شماست. قال نوح علیه السلام فرمود رب انهم عصونی، من هرچی به اینها میگم اینها گوش نمیکنن. واتبعوا، به دنبال کسی رفتن که من، واتبعوا من، رفتن به دنبال کسی رو گرفتن که لم یزده ماله و ولده الا خسارا، کسی که مال داره و فرزندان زیادی داره، فکر میکنن که اون به دردشون میخوره، رفتن دنبال پولدارا و ثروتمندا و میلیاردرها دیگه، هر روز به دنبال این آقا هستن و اون تاجر هستن و این هستن و اون هستن، فکر میکنن که اونها به دردشون میخوره، در حالی که اون شخص خودش، مالش و فرزندش به جز زیان چیزی به او نرسانده است، چون مالی که در راه حرام خرج میشه و فرزندی که صالح نیست جز وبال انسان چیز دیگری نخواهد بود. و مکروا مکرا کبارا، اینها یک مکر بسیار بزرگی رو به خورد مردم دادند. این مکری که از زمان نوح علیه السلام تا به امروز و قیامت ادامه خواهد داشت. شرک، آغاز شرک، چگونه اینها مردم رو، سردمداران ثروتمندی که مردم رو برده و غلام خود کرده بودند، تا به نام دین، تا به نام ایمان، تا به نام عبادت بر جان و مال و ناموس اونها مسلط بشن و هر جوری که بخوان استفاده بکنن. و گفتن و قالوا لا تذرن آلهتکم، خدایان خود رو هرگز ترک نکنید، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق و نسرا. و این 5 تا خدای مهم رو، ود رو، سوا رو، یغوث رو، یعوق رو و نسر رو هرگز ترک نکنید. این 5 نفر، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، اینها امام بخاری رضی الله عنه میفرماید که به نقل از ابن عباس رضی الله عنه، کانوا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، اینها 5 نفر از انسانهای صالح قوم نوح علیه السلام بودند. قبل از تولد نوح علیه السلام انسانهای عابد، اولیای خدا، بسیار عبادتگزار، که اینها یک باره هر 5 نفر از دنیا رفتن. فراق اینها بر قوم بسیار گران آمد، ماندن که چیکار بکنن، جانشینی هم نداشتن. شیطان آمد به شکل انسانی، پیرمردی خیرخواه، گفت که چیه؟ گفتن والا اینها بودن خیلی عبادتهای ما زیبا بود، نقش داشت، رنگ و رو داشت، حس دیگری داشتیم، اما اینها رفتن هیچ لذت نمیبریم از عبادتهای خودمون. یک انسان صالح در وجود یک جمع به اونها نیرو میده، کمک میکنه به اونها، این حق داشتن این رو بگن. اما شیطان چیکار کرد؟ گفت من اینها رو به خاطر دارم، این هر کدوم در یک قومی بودن، گفت من اینها رو میشناسم و مجسمه اینها رو، تصویر اینها به ذهن من هست، این مجسمه از اینها میسازم، در عبادتگاه های شما میگذارم. هر وقت که اینها رو، مجسمه رو میبینید، یاد اون میافتید و فکر میکنید که خود اون شخص اونجا هست و بعد این روح دمیده میشه در عبادت های شما و احساس میکنید هست، بهتر میشه. و از گفتن خوبه، اول به این کار فقط آمد و یک مجسمه ساخت، گوشی گذاشتن، فقط کار دیگه هم نداشتن، فکر میکردن فلانی هست اینجا، همین. این نسل که رفت، نسل بعد رفت، اونها گفت اینها پدران شما، اینها وقتی که مجسمه رو میگذاشتن کلکی نمیگذاشتن، اینها مجسمه اولیای خداست، روح این اولیای خدا میاد در اینها حلول میکنه، در این مجسمه ها. وقتی شما پیش مجسمه قرار میگیرید و میره پیش الله تعالی، شفاعت شما رو میکنه، روح او میاد، صدای شما رو میشنوه، دعای شما رو میتونه، طلب شما رو ببره پیش الله تعالی و واسطه بین شما و الله تعالی بشه. و این بود که این گونه شرک ایجاد شد. میگفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنن. و بعدها این شرک به انحراف رفت و حتی برخی‌ها خود این مجسمه ها رو هم عبادت میکردن، به این باور اعتقاد که اینها اختیاراتی در عالم دارن که الله متعال به اینها داده است. و شرک مشرک مکه ابو جهل و ابو لهب هم عیناً همین بود.
از زمان نوح علیه السلام شروع شد. اینها بت پرست نبودن، اینها شخصیت پرست بودن. ابو جهل و ابو لهب بت پرست نبودن، شخصیت پرست بودن. لات و هبل و عزا و منات، حتی مجسمه ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام داخل کعبه بود. اینها لات و هبل و عزا، اینها مجسمه اولیای خدا بودن که بعد از وفات اونها بیاد اونها ساختن و وقتی پیش اونها میرفتن میگفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها پیش الله تعالی شفاعت ما رو میکنن، صدای ما رو میشنون، میرن پیش الله تعالی شفاعت ما رو میکنن. و امروزه هم همین تصور با قبرهاست. سر قبرها کسایی که میرن و بر این باور هستن که صاحب قبر صدای ما رو میشنوه و میره پیش الله تعالی شفاعت ما رو میکنه. ما آدم گناهکاری هستیم، چه روی داریم بریم پیش الله تعالی؟ این پیش الله تعالی محبوب است، میپذیره ما رو، میره پیش الله تعالی شفاعت میکنه. فراموش کردن که الله تعالی ارحم الراحمین است. اگر ارحم الراحمین، مهربان ترین مهربانان، توی گناهکار رو نپذیره، فلانی میپذیره، آیا او از الله مهربان تر است؟ که الله تو رو نمیپذیره او بپذیره. میگن باید مثل پادشاه و وزیر واسطی پیدا کنیم تا به اون نزدیک بشیم و واسطی مقرب باشیم. انسان اگر پادشاه و وزیر برای خودشون سردفتری دارن، وزیری دارن، معاونی دارن، به خاطر اینکه نیاز دارن، الله که نیاز نداره. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از شعرک گردن به اون نزدیکتریم. اذا سألک عبادی عنی، پروردگار میفرماید که اگر بندگان من ای پیامبر از من پرسیدن که دورم یا نزدیک، انی قریب، من نزدیکم، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعوت شما رو هر وقت که منو بخواید من دعوت شما رو میشنوم و دعای شما رو. الله متعال آیا کافی نیست؟ این شرک نوح علیه السلام، زمان نوح علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام برای مبارزه با این اعتقاد آمد. کسانی که فکر میکردن بین اونها و الله متعال مجسمه ها اولیای خدا واسطه بین اونها و الله تعالی هستند. اینها بت پرست نبودن، اینها شخصیت پرست بودن. اینها فکر میکردن اولیای خدا بین اونها و الله تعالی واسطه هستند. امروز هم شرک همین جوری داره ادامه پیدا میکنه. و بلکه بدتر از اون مشرکین مکه و مشرکین زمان نوح علیه السلام ادعا میگن که فلانی خودش صاحب عالم است، فلانی خودش خالق آسمان و زمین است، فلانی خودش بچه میده، خودش عطا میده، عطای این عین عطای خداست و خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که یک فرق با خدا دارن که نه فقط خدا نیستن وگرنه همه صفات خدایی رو دارن. این شرک بدتر از شرک زمان نوح علیه السلام و بدتر از شرک زمان رسول الله علیه السلام است. و مشرک مکه و مشرک زمان نوح علیه السلام هم همچین شرکی نداشته است. و گفتن لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق و نسرا. و اینها ولا یغوث و یعوق و نسرا، اینها رو ترک نکنید. این 5 تا رو هیچ وقت فکر نکنید اینها اولیای خدا هستند. غیر از این هم بود اولیای دیگری رو که میپرستیدن، اینها مهمترین هاشون بودن. و قد اضلوا کثیرا، و بسیاری رو گمراه کردن با این شبهه ها و با این حربه ها و با این دروغ ها. ولا تزید الظالمین الا ضلالا. بار الله، هر که اینا ایمان نمی آورن به ظالمان جز گمراهی و ضلالت، چیز دیگری نیفزا، چون بزرگترین ظلم شرک است. ان الشرک لظلم عظیم، اینها ظالمن و شرک بزرگترین ظلم است. مما خطیئاتهم اغرقوا، حال که اینها گناهکار بودن به خاطر گناهانشان غرق شدن. مما خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر گناهانشان غرق شدن. فادخلوا نارا، و به دوزخ در آمدن. طوفانی آمد و داستانش معروف است که کشتی نوح علیه السلام بلند شد و طوفان آمد و همه را غرق کرد، من جمله همسر نوح و پسر نوح علیه السلام رو هم غرق کرد و بسیار از کسان دیگری که بودند. فلم یجدوا من دون الله انصارا، در برابر الله متعال هیچ یاوری نیافتند که اونها رو کمک بکنه. پسر نوح علیه السلام رفت گفت سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم بالای کوه، این آب چقدر میخواد بالا بیاد دیگه، اون 1000 متر 2000 متر که بالا نمیاد. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. گفت بابا جان نرو که امروز از امر الله تعالی هیچ کسی نجات پیدا نمیکنه. آب رفت و رفت و رفت و رفت و رفت، انقدر بالا آمد که کوه رو هم غرق کرد. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، موجی آمد و زد پسر نوح کنعان رو کند و برد. و نوح علیه السلام اشک میریخت و فرزندش پیش چشمانش به دوزخ رفت و نجات پیدا نکرد، مگر گرچه به او گفت بیا پسرم بیا و از جمله کافران نباش، و به دوزخ در نیا، اما قبول نکرد. و قال نوح
نوح علیه السلام فرمود بعد از اینکه الله متعال فرمود که انه لا یؤمن من قومک، دیگه از قوم تویش کسی ایمان نمیاره به جز اونایی که ایمان آوردن. نوح علیه السلام دعا کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بار الله روی زمین هیچ کافری رو زنده نگذار. حالا که این گونه است که اینا ایمان نمیارن، دیگه بودن اینها به درد بشریت نخواهد خورد و اینها بیشتر گمراه میکنن دیگران رو. اینها رو از بین ببر. انک انتظرهم، اگر اینها رو باقی بگذاری بار الله یضلوا عبادک، اینها بقیه رو هم گمراه میکنن، همونهایی که هدایت شدن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و تجربه نشان داده که اینها فرزندانشون هم مثل خودشون کافر میشن، چون نوح علیه السلام 950 سال دعوت میداد و هر فرزندی که به دنیا میومد پدرش او رو مثل خودش میکرد و کافر میشد و دیده بود که این کار داره اتفاق میفته. هیچ فرزندی هم راه پدرش رو ول نکرده و همینجوری داره میره. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و هر کسی رو که اینها از اینها زاده میشه هم کافر است، کفر پیشه است، فاجر و گناهکار است و اینها رو خدایا همه رو هلاک بکن، از بین ببر. و در پایان دعا کرد و دعای نوح علیه السلام قبول شد. دعایی که الله متعال کره زمین رو غرق کرد، بخش بزرگی از کره زمین رو غرق کرد به خاطر یک دعا. قانونهای خود رو در عالم تغییر داد به خاطر یک دعا. یک دعای بنده صالح، یک دعوتگر مخلص. بترس از دعای یک انسان صالح مخلص بر علیه خود. بترس کسی که دستت میره به ظلم، کسی که ظلم میکنی، کسی که قدرت داری، کسی که ثروت داری، کسی که توهین میکنی به دعوتگران حقیقی توحید. بترس که یک دعای او تو رو در به در خواهد کرد و ریشه تو رو خواهد کند. بترس از دعای مظلوم که بین او و بین الله تعالی هیچ حجابی نیست. بترس از دعای انسان مظلوم بر علیه خودت. دعای نوح علیه السلام یک دعا نصف کره زمین رو غرق کرد و قانونهای الله متعال رو تغییر داد و ارتفاع آب به حد رسید که کوهها رو غرق کرد. یک دعای بنده خالص، یک دعای بنده موحدی که دعوتگر است، کمر تو رو خواهد شکست اگر در مسیر دعوت و توحید سنگ اندازی بکنی. بترس از دعای مؤمنان بر علیه خودت. بترس. نکن کاری که کسی بر علیه تو دعا بکنه و دست کم نگیر دعای دیگران رو بر علیه خودت. و نقطه مقابلش دعای اونها رو کسب بکن که دعای یک دعوتگر چقدر مفید است. دعای یک انسان مخلص، یک انسان مظلوم، یک انسان مسکین، یک انسان فقیر، یک انسان در راه مانده چقدر به تو کمک خواهد کرد. دعای خیرش رو بگیر و خودت هم دعا بکن. مانند نوح علیه السلام بگو رب اغفر لی، بار الله منو ببخش، ولی والدی، پدر و مادر منو ببخش. برای خودش اول دعا فرمود نوح علیه السلام تا منو تو یاد بده که فکر نکن دیگران به دعا بیشتر از تو نیاز دارن، تو خودت بیشتر از دیگران به دعا نیاز داری. اول خودت رو دعا کن، چون خودت هم شدیداً نیازمند دعایی. بگو منو ببخش و پدر و مادرم که به تو ولی نعمت تو هستند بعد از الله متعال. ولی من دخل بیتی، هر کسی که داخل خانه من می شود مؤمنا، در حالی که ایمان دارد. کسی که داخل خانه من می شود، این معنی بسیار زیباست و بسیار معنای جامعی داره. هر کسی که داخل خانه من می شود، خانواده نوح علیه السلام، فرزندان نوح علیه السلام، دختران نوح علیه السلام، پسرانش، عروس، داماد، قوم و فامیل آشنا و دوستان صمیمی که داخل خانه انسان می آیند. چون انسان دوستان صمیمی خودش رو داخل خانه میاره. خانه انسان محل احباب انسان است، عزیزان انسان است، به شرطی که مؤمن باشن. مؤمنا لمن دخل بیتی مؤمنا، هر کی داخل خانه من میشه و مؤمن است اونها رو هم ببخش. وقتی که نوح علیه السلام دعا میکنه هر کسی در خانه من داخل میشه او رو ببخش، کسانی که در خانه قلب من تو جای گرفتن چرا باید از دعای من تو فراموش بشن؟ چرا باید اونها رو از دعا فراموش بکنیم؟ دعا بکن هر کسی که در خانه توست و در خانه قلب توست، هر کسی که در زندگی توست و مؤمن است، برای اونها دعا بکن. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات، و برای همه مردهای مؤمن و برای همه زنهای مؤمن، همه اونها رو ببخش. الله متعال دعای نوح علیه السلام رو حتما قبول کرده است، همان گونه که دعای اولش رو در نزول عذاب به هلاکت کفار قبول کرد، دعای دوم رو در بخشش مؤمنان هم قبول خواهد کرد و این دعا برای من و تو هم هست. نوح علیه السلام برای من و تو هم دعا کرد ولی المؤمنین والمؤمنات. اگه من و تو مؤمن باشیم در دعای نوح علیه السلام داخلیم و الله تعالی حتما دعای نوح علیه السلام رو قبول خواهد کرد. این بشارتی است برای من و تو که الله متعال دعای نوح علیه السلام رو برای من تو قبول خواهد کرد. ابراهیم علیه السلام هم دعا کرد
رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. من، پدر و مادر من و مؤمنان رو روزی که حساب برپا می شود ببخش. گرچه بعداً پدرش رو استثناء کرد چون ایمان نیاورد، اما مؤمنان در دعای او باقی ماندن. خوشحال باش، بیا من و تو مؤمن باقی بمانیم تا آخر. اون موقع دعای نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و سلم در حق من و تو در روز قیامت اجابت خواهد شد. تو هم دعا کن برای دیگران، تو هم دعا کن برای کسانی که اونها رو نمیشناسیم. ربنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالایمان. بگو بار الله ببخش من رو و کسانی که بر ما سبقت گرفتن در ایمان. من نمیدونیم اینها کیا هستن، کجا بودن، نامهای اونها، سنهای اونها، شکلهای اونها، اما برادران و خواهران مؤمن ما هستن. بار الله همه آنها رو ببخش. بار الله همه مردان مؤمن و زنان مؤمن رو در طول تاریخ بشر، آنهایی که قبل از ما بودن، آنهایی که بعد از ما خواهند آمد، آنهایی که الان هستن، همه رو ببخش و به جنت الفردوس خود داخل کن بار الله. ولا تزد الظالمین الا تبارا. و جز هلاکت و زیان بر ظالمین نیفزا بار الله، همه اونها رو هلاک بکن. این دعای نوح علیه السلام است در حق مؤمنان و در حق ظالمان. امیدواریم که الله متعال ما و شما رو در حق دعای نوح علیه السلام رو در حق ما و شما درباره دعای مؤمنانش بپذیرد و ما و شما رو از دعا غافل نسازد که برای خود و امت اسلامی پیوسته دعا بکنیم. تشکر از اینکه تا این لحظه برنامه خود یاری فرمودید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني